یکی از سوالات دیگر مطروحه و رایج در کشور ما بحث مطالبه مهریه هستش. پس از کش و قوس‌های فراوانی که در رابطه با بحث مطالبه مهریه وجود داشت، نهایتاً یک رویه‌ای رو مقامات قضایی به کار گرفتن مبنی بر این که مطالبه مهریه تا میزان 110 عدد سکه تمام بهار آزادی رو همراه با اعمال ماده 2 یعنی جلب همراه دونستن، به گونه‌ای که زوج موظف است که 110 عدد سکه بهار آزادی رو نقداً به زوجه پرداخت کنه و چنانچه تمکن مالی نداشته باشه اعمال ماده 2 میشه و زمانی که حکم اعصار قطعی ایشون صادر بشه این مجوز برای خروج ایشون از زندان وجود داره. در غیر این صورت تا پرداخت مهریه در زندان باقی میمونه. و نسبت به مازاد 110 عدد سکه بهار آزادی، چنانچه زوجه بتواند تمکن مالی زوج رو به اثبات برسونه و اموالی رو از ایشون توقیف کنه، مازاد 110 تا هم قابلیت مطالبه رو داره.